امی سرود ما برای امو غریبای میخوانم گذر که در غریبی ای زن فرزند دور ای خانه دور میری حواسی دیدن مادر و خواهر و اهل بیت گذشته دارد که یک لقمه لایمون کفتیمون برای کودک سنگ بیاویم کتا در غریبیان محتاجی کفتیمون یک سرود خوب و یک چیزی کیفیتی هست که همه غم اندوه را فراموش کنند. امی فلک ما برای امو مردم ها بخشم. از تقدیمات اوریو پروداکشن. رفتم به غریبی غمت، رفتم به غریبی غمت کشت مرا کردی به درون دل فراموشت مرا. نغمی خشت اومد نبه داری ته یک تنه دوستی دیگر را کشت مرا. یک تنه دوستی دیگر را کشت مرا یا آوازی فهرمد را چشمی گناه رمد را هم شادی و غمد را میاد کردم و چه بالین بیسترد را روی مالکی سرد را تماری در برد را میاد کردم و چه با من نشستند را لاکی را بستند را با من نشستند را لاکی را بستند را آرمان شکستند را میاد کردم و چه بالای و کمچیند را دستانی پرچیند را گسوی مشکیند را میاد کردم و چه گسوی مشکیند را میاد کردم و چه یوهری در خیال ما چای جون رو مولاد گل بسای در خیال ما چای جون رو مولاد گل بسای کرتای حریر بتنت حسنی حولی مبسای ای سرکی چشمه رسیدم یک پنجاه بنوشم سرکی چشمه رسیدم یک پنجاه بنوشم آبی سری نیافتم چنده بخوام بنوشم دم کوزه آبی آریده بسری بنوشم از اینه که احیا بشوه انمی جگری تشنه سوزم در خیال ما چای جون رو مولد گل بست بود کرتای حریر بتنت حسنی حولی مبست بودی مالی جنب بسرد کرتای گل جنب برد آه توفلای دختای پدرم انا با پاد بپوشای مادرم بجنبان 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 بجنبانه بجنبانه خد سلطنت حلاوت برای پدرم حلاوت برای پدرم یوری. در سامانه یوتیوب با کانال اوریو پرو ابونا شوید و از ویدیوی نو با خبر باشید.